بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. و بعد دوستان عزیز به سلسله برنامه سوالهای فقهی خوش آمدید. سوال امروز ما در مورد احکام لباس و پوشیدنی هاست. یکی از کاربران پرسیده انگشتری طلا برای مرد چه حکم دارد؟ پوشیدن انگشتری طلا حکمش از نگاه شریعت چیست؟ کمی توضیح میدید که خواهش کرده. دوستان عزیز، قبل از اینکه به جواب سوال پردازیم باید دونیم که شریعت اسلامی شریعتی شامل و فراگیر است. همه جنبه های حیات انسان را به تنظیم در آورده، احکام و آداب آن را بیان نموده. یعنی احکام شریعت خاص نماز و روزه نیست. حتی در مورد لباس مسلمان، آرایش مسلمان احکام خاصی دارد. پس مسلمان حقیقی همان است که اسلام را همانگونه که هست به شکل فراگیر و شامل پذیرد. آنگونه که احکام عبادت آن را می آموزد، تطبیق میکند، عملی میکند، نماز میخواند، روزه میگیرد. این چنین احکام مربوط به سر و لباس را نیز باید رعایت کند. احکام شریعت همه یک لخت است. یک بخش از احکام از بخش دیگر جدا نمی شود. در مورد جواب این سوال باشد دوستان عزیز باید دانیم که طلا از وسایل آرایش و زینت زنان است. شریعت اسلامی طلا را، استفاده طلا منظور پوشیدن آن را و بر کردن آن را خاص زنان کرده. برای مرد مسلمان قطعیاً منع است که چیزی طلا پوشد، یا گردنبند باشد، یا انگشتری باشد، یا دستمانه باشد، هر چی که باشد یا نباشد مادام از طلا باشد برای مرد قطعیاً حرام است که آن را استفاده کند و بر کند. این حکم فقهی دوستان عزیز طبقی همه 4 مکتب های فقهی که مذهب های 4گانه نام دارند است. یعنی مذهب حنفی، مذهب مالکی، مذهب شافعی، مذهب حنبلی، همه به اتفاق نظر همه عالمان دانشمندان فقیهان پوشیدن انگشتری طلا را برای مردان حرام گفتند. بیایید به دلیل های این مسئله گوش اندازیم. دلیل های این مسئله در احادیث صحیح صریح پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد شده. مثلا امام ابو داود، امام نسائی و امام ابن ماجه از روایت حضرت علی نقل آوردند که ایشان گفتند اخذ النبی صلی الله علیه و سلم حریرا فجعله في يمينه واخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال ان هذين حرام على ذكور امتي. فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم حضرت علی میگویند روز حریر را، ابریشم را در یک دستشان و طلا را دست دیگرشان گرفتند و اعلان کردند در حضور ما گفتند آگاه باشید که همانا این دو چیز برای مردان امت من حرام است. پوشیدن لباس حریر، ابریشم تازه و اینچنین انگشتری طلا. اینچنین حضرت علی در حدیث دیگری که آن را امام مسلم و امام ابو داود و امام ترمذی روایت کردند فرمودند نهانی رسول الله صلی الله علیه و سلم عن التختم بالذهب. حضرت علی میگن نهانی، مرا نهی کردند و این کلمه در شریعت بنابر قواعد اصول فقه افاده حرام بودن اون کار را میکنند. یعنی مرا پیامبر صلی الله علیه و سلم قطعیاً منع کردند عن التختم بالذهب، از اینکه انگشتری طلا و انگشتم گذارم. امام مرغلانی صاحب کتاب معروف در مذهب حنفی که از کتاب‌های معتبر و با اعتماد فقهی که به نام هدایه معروف است، هدایه شریف، ایشان میگن ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب ولا بالفضه الا الخاتمه. برای مردان جایز نیست با طلا یا نقره خود را آرایش دهند به استثنای انگشتری نقرگین که برای مردها جایز است. تنها انگشتری از نقره باشد. دیگر هیچ نوع زر و زیور آرایش ها به هر چیزی که نباشد برای مرد به استثنای همین انگشتری نقرگین جایز نیست. جا دارد این جانبی مسئله را نیز تذکر دهیم یا درست نماییم، از بس که متاسفانه جوانان زیادی از مسلمانان به تقلید از جوانان غیر مسلمان هر چیزی به بر میکنند، گردنبندهای از آهن و از هر معدنهای دیگر یا حتی دستمانه ها. باید به سمع هر جوان مسلمان رسانیم که هر گونه گردنبنده حتی از طلا هم نباشد یا دستمانه برای مرد حرام است. استفاده گردنبند از هر نوع معدنه
و یا دستمانه ها برای مرد قطعا حرام است. این آرایش ها خاص زنان است، شریعت آن را برای مردان منع نموده، حرام گفته. در حفظ و امان خداوند باشید.